آیا شما یک روز از خودتان پرسیدین افغانی که لوحه زبان پارسی، لوحه‌ای که در او زبان پارسی نوشته شده او را پایین میکنه، افغانی که با زبان پارسی دشمنی داره، افغانی که تاجیک را میکشه، افغانی که تاجیک را به خاطر زبان پارسیش میکشه، زبان پارسی را مسخره میکنن، زبان پارسی را میخواین از بین ببرن، تاجیکی که زبان پارسی را توته پارچه پارچه کرده، چی باعث شده که میایه تبلیغات اسلامیش به زبان پارسی است؟ به خاطر ازی که تو تاجیک بیناموس خو برده را فریب بده به زبان مادریت. چرا به زبان پشتو نمیره؟ چرا که طالب صفت و طالب و آدمکش و انسانایی که سر میبرن چرا نمیره بر از اینا تبلیغ نمیکنه به زبان پشتو که اینا بیدار شون؟ این بیناموسا از انسان کشتن در قرن 21، در قرن تکنولوژی، در قرنی که مردم در فضا رسیده، تصمیم از این دارن که برن در سیارات دیگه زندگی کنن. در این قرن امروز جوان تاجیک گلوله باران میشه، طفل تاجیک را میکشن، طفل 3 ماهه تاجیک را در دریا مندازن زنده. و امروز تو تاجیک بیناموس و بیغیرت مصروف چی هستی؟ مصروف افراطیت هستی. تا چی وقت؟ و یک گروه دیگه تان کونا را لچ کردین و نامش ماندین آزادی بیان، نمیفهم کونا را لچ کردین و نامش ماندین پیشرفت و نمیدانم زندگی با تمدن. هر دوی تان افراطی هستیم. ما از خود تمدن داریم، ما از خود لباس داریم، ما از خود فرهنگ داریم، ما از خود طرز و طریقه زندگی کردن داریم. ما نیاز به افراطیت نداریم. شما را چی بلا زده که از تمام اصل و از تمام رسم و از تمام رواجتان گذشتین؟ تمام ارزش‌هایتان را زیر پا کردین به خاطر ازی که ما نمیدانم در آمریکا زندگی میکنیم. ما پیشرفت کردیم. خاک در سر ازی پیشرفت در علم و دانش است، پیشرفت در دانستن بیشتر است، پیشرفت دری است که تو یک چیز را اختراع کنی، پیشرفت دری است که تو مصدر خدمت جامعه انسانی قرار بگیری، پیشرفت دری است که تو الگو باشی برای نسل جوان و نسل آینده. اینا میگن پیشرفتی را نمیگن که هر چقدر جانش لچتر باشه، برهنه‌تر باشه، هر کس که بی‌تربیت‌تر باشه، هر کس که لچکتر باشه، همینقدر پیشرفتش زیاد است. هر کسی که نمیفهم لباسای قیمتی تر داشته باشه، پیشرفتش زیاد است. هر کسی که نمیفهم موبایل قیمتی تر داشته باشه، پیشرفتش زیاد. پیشرفت نیست. برای تو مرگ لازم است. تویی که میری 500 1000 2000 3000 دلار موبایل میخری. خانواده تاجیک را من میشناسم که امروز طفلش گرسنه است، امروز مادرش میمونه به خاطر از اینکه پول نداره که به مادر خود دوا بخره. من تاجیک را میشناسم، خانواده را میشناسم که از گرسنگی دارن میمیرن، طفلای خود را میفروشن، گردای خود را فروختن. ایران برین شما بیناموسا بگین که اسلام صدیقی دروغ میگه. اگر من کدام هدف شخصی داشته باشم، من چی نیاز دارم که سالهای زندگی خود بیایم در برنامه‌ای که برای من $1 هم کسی نمیته، 1 روپیه کسی نمیته، 1 قران کسی نمیته، بیایم انرژی خود را، زندگی خود را، وقت خود را صرف از این مسائل کنم؟ من عاشقانه میایم در خدمت شما قرار میگیرم. من عاشق ملت خود هستم، من عاشق زبان خود هستم. من افتخار میکنم که در یک خانواده تاجیک به دنیا آمدیم. البته غرور نمیکنم، تکبر نمیکنم. من به تمام انسانایی که در روی زمین هستن احترام قائل هستم. همگی ما انسان هستیم. اما من یک تاجیک هستم. هیچ کسی را اجازه نمیدم که تاجیک بودن مرا زیر سوال ببره. هیچ کسی را اجازه نمیدم که زبان پارسی مرا زیر سوال ببره. من از مردم و تاریخ و تمدنی هستم که حرف اول در انسانیت میزدن، در تاریخ انسانیت. من از ملت و مردمی هستم که پیامبر آخر خدا، پیامبر آخر، کسی که شخصی که پیام خدا را برای ما انسان ها میرسان در روی زمین، همچی یک شخص به شانه یک تاجیک میزنه، به شانه سلمان فارس میزنه و برای عرب میگه، به عرب ها میگه اگر علم در ثریا برسه، مردم و ملت از این شخصیت میره ثریا علم را پایین میکنه بر روی زمین. و شما امروز میبینین که تاریخ گواه و شاهد دانشمندا و تمام بزرگای ما هستن. اما وقتی تاجیکای امروز را شما میبینین تکان میخورین که آیا چطور امکان داره که ما نماینده یا بازماندگان همچو اشخاص باشیم؟ چطور امکان داره که ما تاجیکای خواب برده، ما تاجیکایی که زبان خود را یکی ما میایم دری میگیم، یک بی غیرت بی هویت ما میایم زبان خود را تاجیکی میگیم،
یک بی‌غیرت و بی‌هویت ما میایم زبان خود را یک چیز دیگه میگیم؟ چطور امکان داره که ما از نسل فردوسی بزرگ باشیم که با وجود هزاران مشکل، با وجود فقر و بدبختی و مشکلاتی که داشت، رفت شاهنامه فردوسی نوشت؟ چطور امکان داره که ما با این بی‌غیرتی و با این سستی و با این تنبلی که داریم، چطور امکان داره که ما بگیم که ما از نسل بزرگترین دانشمندای جهان نمیدانم اسلام هستیم؟ چطور امکان داره؟ چطور امکان داره اینو برای من بیاین شما بگین کی مسئله چطور امکان داره؟ چطور میتونین این مسئله را برای من در بیان کنین یا تشریح کنین؟ امکان نداره، این امکان ناپذیر است. شما باید خود را با تاریخ و تمدن درست و انسانی و اصلیتان عیار کنین و هماهنگ کنین. تا چی وقت این رقم زندگی میکنین؟ تا چی وقت؟ یک سگ افراطی را به نام مجیب الرحمن رهبر تمام تاجیکای افراطی تاجیکستان شده بود و همچنان تاجیکای افراطی خراسان شده بود. نکته را متوجه باشین، تاجیکای افراطی. همین رقم مولای قفقازی افراطی که احمد شاه مسعود کافر میگن، تاجیکا را کافر میگن، همین هر چیزی که ربط به ملت تاجیک میگیره کافر است، کفر است. خودشان دخترای قفقاز، ما خود در روسیه درس خواندیم، زندگی کردیم، دخترای قفقاز ادب در میان لچ میگردن، دکله خود جاب مونده پاهاش لچ است، رقص میکنن، یک رقص دارن به نام لزگینکا. شما همین کسایی که با مردم قفقاز آشنا هستن، همین لزگینکا چی از زن و مردش کتگی دیگر رقص میکنن، نه تنها رقص میکنن بلکه در یوتیوب تمام ویدیوهای خانوادگی خود، رقص و بازی خود را، همه چیز خود را مندازن. اینا مسلمان هستن، اینا بهترین مسلمان ها هستن. اینمی تاجیکای بی‌هویت و بی‌شرف و افراطی اینمی قفقازا را بهترین مسلمان ها و نمیفهم با غیرت ترین مسلمان ها میگن. اما بالای تاجیک خود فتوا میده میگه کافر هستی. به خاطر چی کافر هستم؟ به خاطر از اینکه تو مولای افغانی را توهین کردی. او تاجیک بی‌شرف و بی‌هویت، او تاجیک ناموس فروش، او تاجیک هویت فروش و زبان فروش. او مولای افغان تو را سوار شده، او مولای افغان دختر تو را، ناموس تو را تجاوز میکنه، بالایش در گوش تو تبلیغ میکنه که ما مسلمان هستیم، برادر هستیم. وقتی تو بی غیرت بی ناموس خواب برد، میای ناموست از خانت میکشه، سرزمینت دزدی کرده به نام اسلام. مشکل در اسلام نیست، مشکل در قرآن نیست، مشکل در صحیح درست نیست، حدیث صحیح و درست نیست، مشکل در شعار از این بی ناموس هست. و مو خاطر است که معیار مسلمان بودن در اسلام شعار و کلمه خواندن و نام نیست. معیار مسلمان بودن در اسلام عمل است. شما اعمال انسان ها را میبینین و میگین که بله تو مسلمان هستی، من با تو میتونم دست دوستی دراز کنم، من با تو میتونم بگویم که برادرم هستی، خواهرم هستی، خانواده‌ام هستی و من میتونم که در کنار تو احساس امنیت کنم. بس کنین. شمایی که فریب خوردین و فکر میکنین که به نام اسلام و به نام قرآن و به نام حدیث شما اگر ای را ادامه بتین، به می شکلی که ادامه بتین، شما وارد جنت میشین و نمیفهم بهترین زندگی در دنیا نصیبتان میشه، فریب خوردین. برادر من، خواهر من، او دین اسلامی که تو را بیدار نساخته، تو را هوشیار نساخته، تو را با هویت نساخته، تو را یک انسان مهربان نساخته، تو را یک انسان نساخته که متوجه زمینت، متوجه ناموست، متوجه عزتت، متوجه هویتت، متوجه تاریخ و تمدن درستت نباشی، متوجه باش که مطمئن باش که او اسلام را درست نفهمیدی. تو اصلا نفهمیدی کدام اسلامه. تو رفتی اسلام افغانی را یاد گرفتی، تو رفتی اسلام ترکی را یاد گرفتی، تو رفتی اسلام نمیفهم قفقازی و کجایی را یاد گرفتی. برای نزید دایره افراطیت، برای نزید دایره دروغ و چال و نیرنگ و نمیفهم افغانیت، برای امروز ما را میکشن به نام تاجیک. امروز معیار کشتن تاجیک بودنش است. امروز معیار کشتن تاجیک زبان پارسیش است. و تو تاجیک ادب در میان دور از تاجیکای با هویت و با ناموس، تو تاجیک بیناموس در پشت 4 تا افغان بیناموس به نام ایاز نیازی، به نام ظاهر دایی، به نام مجیب الرحمن نمیفهم بیناموس و شیطان صفت و طالب صفت میدهی و اینا را نمیفهم شیخ الاسلام میگی. آیا تو کثافت از دین با خبر هستی؟
آیا تو میفهمی که معیار دین و معیار مسلمان بودن 4 تا ملای ادب در میان کون ناششتن است؟ آیا ایره میدانی؟ آیا ایره میدانی که در زمان پیامبر کسایی بودن خوارجی بودن، یا بعد از وفات پیامبر گروهای پیدا شدن، خوارج پیدا شدن که دین را دروغ میگفتن، می آمدن حدیث میگفتن، می آمدن قرآن قرائت میکردن، تلاوت میکردن، اما مردم را فریب میدادن. مردم را به کشتن برابر کرده بودن، مردم را در یک حالتی رسانده بودن که همگی در وحشت بود، در دهشت بود. مردم را به نام اسلام میکشتن. اینا بهترین نماز میخوانند، بهترین قرآن میخوانند، بهترین حدیث برای تو میگفتن و قرآن را برات با تفسیر برات میامد تشریح میداد. اینا کسایی بودن که حرف از قرآن میزدن، حرف از حدیث میزدن، اما در مقابل پیامبر خدا استاد میشدن، با پیامبر خدا دشمنی میکردن. پس چی باعث شده که تو امروز در قرن 21 در قرن فتنه و فساد تو آمدی و فریب از این مسائل را خوردی؟ اسلام جان درباره پنجشیر برای ما بگو. خاک در سر اسلام، خاک در سر پنجشیر. پنجشیر خون میباره. تو برو ساتیری کو. در خراسان تاجیک میکشن، تو برو ساتیری کو. تو برو گفته یگان تا رهبرت ظاهر دایره بساز. تو برو ناموست به ظاهر دایی بته. تو برو ناموست به نمیفهم انصاری بته. تو برو ناموست برای 4 تا مولای ترکی و قفقازی بته. پنجشیر چی میکنی؟ خراسان چی میکنی؟ تاجیک چی میکنی؟ تاجیک کافر است کلش. تاجیک کافر است. تاجیک چی میکنی؟ برین تاجیک بکشین شما. سر از صبح بخیزین در تاجیکستان تاجیک کشی کنین. نه اسلام جان ولن ظاهر دایی بسیار خوب ملاسته. ادب در میان، تو هم گو خوردی، ظاهر دایی هم گو خورد. و میخوایم که در آخر صحبتهای خود تمام میکنم. از بعض واژه‌های مجبور شدم استفاده کردم، مرا ببخشین، معذرت میخوایم. من میفهمم که خواهرای عزیز در برنامه هستن، مادرای عزیز امکان داره که صدای مرا میشنون در برنامه باشن، و برادرای عزیز، ما باور کنین که من علاقمند از این نیستم که حتی اندکترین واژه‌ای که در او ادب انسان زیر سوال بره، اخلاق انسان زیر سوال بره، من از او استفاده کنم. اما بعضی اوقات انسان مجبور میشه.